ژوندون ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله به اوسېږئ. خدمتګار خپرونه ده، بشیر احمد اتل ستاسو چوپړتیا کوم. قدرمنو لیدونکو راځئ چې نن یو بل خدمتګار در وپېژنم، هغه خدمتګار چې ټول عمر یې د ګلونو خدمت کړی، خپلو هېوادوالو ته یې ښایسته ښایسته ګلونه ورکړي دي او د ګلونو خدمت کوي. دا چې د څومره وخت دغه خدمت کړی او دغه خدمتګار څوک ده، ورځو د نږدې نه خبرې ورسره کوو. تاسو هم دا خپرونه تر پایه راسره وګورئ. حاجي صاحب سخیدات مسکینیار ناست ده، د ګلونو په منځ کې ښایسته ښایسته ګلان ترېنه راتاو دي. ورځو د دوی سره نن خدمتګار خپرونه ثبتوو. حاجی صاحب السلام علیکم. سلام علیکم. خوب خیر و خیر. صبح بخیر بچه قندم، جان جور است، کلگی سلامت باشی. کلگی خوب است؟ سلامت باشی. خوب است ان شاء الله. صحت خوب است؟ محترم زنده باشی، به یاد الله باشین. چطور است که در رمضان؟ الله شکر راضی استم. یه دیگه بگویم سر من خود تاثیر نکرده. ما با سند مایزر اگر خورد است ما 16 شدیم، من روز یک کم 70 هستم. لا با خدا، لا با خدا. قدرمون لیدونکو حاجي صاحب سخي ګل مسکینیار تاسو لیدلی د خدمتونه چې تاسو که دلته په دې لاره چاري عبدالحق په لاره باندې څوک تېرېږي حتما دی پېژني، دی به یې لیدلی وي. نو دی د دغو ګلانو خدمت کوي، د خپلو هېوادوالو ته دغه ګلان عرضه کوي. نو د خیر سره نن خدمتګار خپرونه دغه د خدمتونه به تاسو در پېژنو چې د څومره خدمت کړی دلته. نو تاسو هم تر پایه سره ملتیا وکړئ. حاجي صاحب داخل بریم یا از همینجا شروع کنیم؟ هر جایی که خودت لازم میبینی از همونجا من تشریح برات میکنم. یه نتیجه برات تشریح میکنم. دوستا و عزیزا از این مرسلا ببرن که بر اولیشان خدای پاک نصیب کنه 30 سال 35 سال نظره که کار کنن، خودشان زحمت بکشن، دوا پاشی کنن، قیچی کاری کنن، دیگه اینیا را کنن برشان زیاد میپاید. ان شاء الله خدا مهربان است. بریم از داخل شروع کنیم که یک کمک سر صدا هم زیاد است، سر صدای موتور درست است؟ بفرمایید حاجی صاحب. لیدونکو راغلو د حاجي صاحب دغې ګلخانې ته چې دا ګرمه ده، نو دلته د ژمي دپاره ګلان پکې صادر کېږي. حاجي صاحب نه لومړی دا پوښتنه وکړو، حاجي صاحب چقدر وقت میشه همین خدمت گلا را میکنی؟ یاره بچه قند اگه مبالغه نشه بعد از 6-7 سالگی دینمی رشته ما تقریبا یکم 70 هستم، 63 سال 64 سال میشه. این کسب پدری است. خب ما دایی بسیار خوش هستم، برای خدا بسیار از الله خود راضی هستم. یک لقمه حلال پروردگار روزی را نصیب حال اولاد ما کنه. کل کلمه گوی محمد رسول الله را حلال نصیبش کنه. ما از امی 2 دفعه حج فرضی رفتیم. ما در ریاست جمهوری باغبان باشی بودم. دوستای اگه میبینن 3 روز پیش یک وزیر صاحب آمد دیدن ما که حاجی صاحب شکر جور و صحت هستی. دیدیم در پردای تلویزیون آمدیم که جور و صحت زنده باشی. خب بسیار خوب. تقریبا 60 سال میشه، بیشتر از 63 سال. 63 سال؟ بله. حاجی صاحب 63 سال میشه خدمتگار امی وطن هستی، خدمتگار امی گل هستی. تمام ملت هستم برادر عزیز. ما کوشش میکنم در خانیم، در فامیلم، در کوچیم، در منطقیم، در سر کارم امی کلمه گوی محمد رسول الله باشه خدمتش میکنم. والله که اوندو باشه کفر باشه میتونم که دستش بگیرم، دست من الله بگیرم. ما زیادتر پدر جان قندم دمی چام رفتیم، مؤسسام رفتیم. دیروز ما رفته بودم در مؤسسه نصف که تا خارجی ها بود احترام کردن. تقریبا کارگرای زیادترش این 3-4 دانه ببینن. امرای ما از بیادر صحبت کردن، رفیقای دوستای ما هر جایی که برم با کمک خداوند، با کمک خدا 7 سال پیش من میرفتم هندوستان بچه قند خود پرسونل بگویم تا امونجا برادر دوستایم در روی مرا قیچی و داس من نمیماندن. یک دوست پیدا شد داخل تلمینر گفت وای صاحب خرز نگیم از خدای خوش شاکر هستم. خب بسیار خوب. خب حاجی صاحب دم 63 سال که خدمت کردی، خدمت ملت کردی، خدمت گلا را کردی، دم 63 سال
کدام رقم گلا از دست رفته به کشورهای دیگه، به دیگه کشورها وارد کردی یا نه تنها به افغانستان به ولایت ها کشور وارد میکنی؟ بچه قند که ما خو اول که بود ما فقط تا 3 ماه مثال شروع میکردیم، گلکاری ما بود دیگه بود تا گل ما میرسید در دکان گلای خود عرضه میکردیم. بعد از 3 ماه باز گلای دستایی میرسید که 5 روپه بود، یک پاو گوشت 8 روپه بود، یک پاو روغن 3 روپه بود جان پدر، یک پاو بوره 3 روپه بود. اتفاق بود، بیادری بود، صمیمیت بود، دوستی بود. خدا ببخشه کل اسلام مادر پدر ما را باغ ما میله جای بود، دوستا و عزیزای مادرم قوم و خیشش میامد دیگه. هیچ زندگی خوشایند باید، ما بسیار خوش هستم. 50 دسته گل می بردیم 2,500 کال 2,500 افغانی حال باشه دیگه خرچ باشه و فقط همین مای جوزا ما خرچ خانه را میکشیدیم، جاری باغ را میدادیم، مشکل نبود. یعنی گلا را شما بغیر از ولایت افغانستان به کشور دیگه وارد نکردین؟ به کدوم دیگه خونه بردین؟ ولایت های افغانستان غزنی بردن، میمنه بردن، بدخشان بردن، به اصطلاح مزار بردن، تا هرات خود روان کردیم. اینجا جالبات که شهر گل است، از اینجا باز وقت روان میکنم پدرک. خب حاجی صاحب چند رقم گل مشناسی خودت؟ والا کبریا خداوند است، کبریا خداوند است. گلای حاله تازه در این 2-3 سال که از خارج آمده باشه دیگه خب با کمک خدا کلش انشالله که ایش آشنایی دارم. خب تقریبا چند رقم گل وجود داره؟ همی کم باشه دمی گلخانه از 40 رقم بالاست در خانم در اینجا. خب همی یک گلخانه در اینجا یعنی در خانه در خانه شکر 4 فرم کلان دارم. 20 در 4 است، 12 در 4 است، 10 در 4 است، 10 دیگه در 4 است. این مسلک ما بسیار دوست دارم. در خانه تو گلدان مواد و تمام هیچ چیز ضرورت ندارم. خب یگان از دوستایی که از جای دیگه می باز از گلخانه‌تون دیدن میگیره میگه حاجی سوال خوب در گلاستی ها. یعنی الان بچه قند من که نماز میخوانم در اینجا میایم، نماز شام میخوانم خانه میرم. وقت معیا نیست که دوستا بیا اینجا سعی کنه، چون ما خودمون نبانیم، ما مردم چاردی هستیم، تا خودمون نباشیم کس اجازه نمیتیم در خانه ما. خب یعنی میمانم که میجا دیگه اگر میمانم بیای خونه خوارزادای من یادگاست ما کجاست همینجا میان. اگر دوستای دیگه هم بیای، چرا او دیدن خانه نمیاد، دیدن من میاد. خب حاجی صاحب در این دوران 63 سال که همی خدمت گلا را کردی، خدمت ملت و همی وطندارا را کردی، در کدام وقت بسیار خوش بودی؟ در کدام دوره بود؟ تقریبا 63 سال زیاد عمر است. آدم همی دوره رو در حکومت ها زیاد تر شد. در کدام دوره گلا را مردم زیاد میگرفت؟ در کدام دوره خودت خوش بودی؟ خوش بایی بودم که مادر من یاد بود. دعاگویم رفت تا ریاست جمهوری میرفتم دعا میکرد که لایی به تو سپردیم. حاجی صاحب خیر است، گریان نکنی، زندگی سر هر کس میه. مادر من فوت کرده، بس ما و شما هم یک روز بسیار مهربان بود و دستش به دعا بود. طرف کار که میرفتم میگو به او سپردیم، تا من نمی آمدم نان شب نمیخورد. خیر است حاجی صاحب، لیدون کدی حاجی صاحب پسترو که وخ که راغلی مور خود دست سوی چی آقا زیارت جنت. هر مومن برای تلویزیون تمام دنیا، شرق تا غرب، شمال تا جنوب میگم و در تمام کشورهای خارج میبینن احترام پدر مادر کنن که پدر مادر نبخشه خدا و رسول نمیبخشه. ولا اولاد روز خوبی براتون میگم اگر دید چی دختر چی پسر، و هر کس که میره اولاد خود به یک کس میتد نصیحت کنه گوشه که بچم خدمت از اون مردم کنی، اصلیت نشان بدید. اگر کمزر بود کلگی را که لغت میزنه. واقعیت است حاجی صاحب، واقعیت است. حالا باز پدر و مادر است، ما برتون جدی میگم چی کردی چی ماندی تو نگو. بچم خسرت پدرت است، خوشویت مادرت است، ایورت برادرت است، ننویت خوارت است. اوش کنی که صدا با من نکنی، کسی از خانه تا با من نکو، از خانه مرا به اوجه نکو. این شعارم است، ما اولادای من نصیحت کردیم. بهترین گپ است حاجی صاحب. حاجی صاحب من میفهم دلت درد است، مادر شیرین است، همون میگه آدم نیک بخت بود و تمام چیزا که آموختیم. اول استاد ما الله بود، دو مادرم بود. ما استاد سر خود ندارم. ما که میرفتم قصر لنبرسه نجیب خدا بخش زنده بود، باور کو که خودش صدا والله وزیرا صدا میکرد که برای کاکا باغبان چای دم کنه. این دعای مادر بود.
امور آجی صاحب اگه شنیده باشین میگه سلطان غم ها مادر است، واقعیت پدر تاج سر است. همون واقعیت است. همینطور است برادر. خب آجی صاحب مادر کسی هست که همی طفل خود از کجا تا بگویا مثلا یک گل که نوازش میتی از می یک دونه تخم میمانی تا کلان میشه نوازش میتی، مادرم هم طفل خود می رقم نوازش میته، هر چیز رو یادش میته. اینمی مرد نیست پدر قندم. واقعیت اونمو زن است که تمام مردم بچه دختر پسر سنو قوم خیش در دور از او جمع است. ولی ما در خانه خود هستیم، سرانمو مادر بیجی ما سر بچه ها جمع هستیم. من نیستم یا بچیم یا نواسه مریض میشه یا جور میشه یا ناجور میشه، اونمو غم خوارش است. اگر تا توانش از زورش میرسه اگر نرسید ما در خدمت هستیم. ما اینمی بچه های ما گریبان خدا بگیره شکر کنه. باور کو یک روز ما نماندیم که پیش دکتر ببره پیش ملا ما خدمت یا به خدا نخواسته دست یا پاش کل نمی ماده با اصطلاح هر دو ما خدمتگار اولادش هستیم. وقت است بیا خداوند خیر پیش کنه. حاجی صاحب انشالله که کسی که دعای پدر و مادر گرفته باشه در زندگی پس نمیمونه، در زندگی ناکام نمیمونه، همیشه پیش میره، پیشرفت میکنه، کامیاب میشه. انشالله که دعای مادر جان تا گرفتی انشالله در زندگی انشالله که دعای مادر دو دفعه حج فرضی رفتیم. یعنی بچه‌هاست خدای هدایتشان کنه. بازم میگم هر کس پدر مادر خدمت کرد انتظار باشه خدمت. والا اولادای ما گفتیم نکنی انتظار باش نمیکنه کسی. والا دمی بدون اولادت دیدم یک سرزمینی که میری اگر توان ما دیگه چیز نمیشه بچه جان کراچیوان است یا دیگه است یا دیگه است یک پیاله چای خاص بر ازای الله میتم که لازم خوش شوه، یک قرطه میتم که لازم خوش شوه، یک جای نماز میتم که الله خوش شوه، افتاوی وضو میتم که الله خوش شوه. کار صاحب وایسه بیا توکل به خدا. صاحب خیر است. بسیار که دل ما خفه شه، ماه رمضان است، باید به خداوند پاک دعا کنیم ان شاء الله. خب حاجی صاحب امی گلا رو بر ما یک توضیح بدیم. گل چی است؟ یعنی پدر چسبک است. چسبک جنس از زیر از پاکستان آوردیم. 20 سال میشه. این در سنگ، در چوب، در پلاستیک، در شیشه می باشه، یخ نمیبرش، پس بار برگاش سبز میشه. خب یعنی زمستانی از بین میره، تابستان پس بالا میشه. بله پس برگ کاشه میکنه. اینی مرجان گوشواره است برادرها. تمام بینندای عزیز ببینین این مرجان گوشواره است. این تاک برگ است به قند هر کس ببینه بسیار سبز می باشه. اینی به نام افرنگ است. خب افرنگ اینی رابر است. مثلا تمام جایی که سالونای دفترها دیواناست میره تنظیم میکنم در سایه خراب نمیشه. اینی قیف است که پیاز داره پدرکم. خودش همی تخمش پیاز است یا دبی خود پیاز داره به چی قندم. خب این اونو پیازای چوچه داده میره زیاد میشه باز میتونی جدا کنی. یک گلدانش 10 گلدان میشه. یعنی از پیاز که استفاده میشه برای دیگ یا نه؟ نه او بیادر تو حال گوش نشدی دلت از که نارن پرتم بره. نه اونه دارم پیاز برای ریزه میکنم میمانمون باش خوب شروع میتم تک ولاگا دشه واروسی آقایت. والا ابی آجی صاحب امی شوروای چاردی که آشک چاردی بسیار مشهور است. یک روز حتما برادر امی موجی به یادش بخیر بگو امو برنامه را بکشین چی ده میمان یارک چرا کم یاد با مجیب جان بخیر شروع خورده تام با در روزه بیار اما تو شروع میتونم آجی صاحب زلا بشه بدون امر چه پیشرویت مندازم مرشخور خستی بیخی دیگه متوسط این شرط موضوع رو مندازم. یالا خود 12 بجه وقت نالا باز دیگه رمضان است. آجی صاحب بیا خدا دست یا الله بزرگ است. خب آجی صاحب بیا خیر از این طرف بیا. امید یک گل است آجی صاحب، می گل خوشبو است که اینجا بیان شما که بینندگان ببینن. یه نه بچه قند می خوشبو بینندای عزیز در خانه کل ما باشه دست بزنین. بسیار یک بوی این خاص داره و اینمی خوشبو جنس ما تا 20 متر مدوک اگر در تار بسته کنن گل بانجانی میکنه بسیار مقبول. عمر در دنیا باشه در 30 سال 40 سال گلدان شکلان کنن خانگکشانه میگیره خوشبو. و برادرها خواهرای عزیز ما که یا برگ بانچه زیاد میشه باید تیره بچینن خشک میکنن و 15 در 15 دوا پاشی کنن. یعنی گل باید دوا پاشی و چی از این کود که میتن کود کیمیایی یا مثلا کودایی که بچی سوزانه و برادر کلگی بیادر آینگر شد بینی خود است یا کدم کلگی انجینر شد کل فیلم وردار شد کل نطاق شد هیچ امکانش نیست. حالا ما برنامه طلوع دارم ماریانا دارم جواندون شما هست شمشاد است میلی است هر کس